جناب سلام. سلام. وقت شما بخیر. خیلی خوش اومدید. شعبه اصلی اکبر جوجه اینجاست. 100% شعبه اصلی مایی. بفهمید داخل. میذارم یه چلو اکبر جوجه بزنیم، من یه زنگ بزنم بیام. چشم. دارم. تو 2 دقیقه دیگه میام. میگم بچه‌ها آماده کنن. شما اکبر جوجه ای؟ بله. شعبه اصلی؟ شعبه اصلی همینجا، شعبه دیگه نداریم. این چی میگه بس؟ چی؟ این تا حالا میگه من شعبه اصلی هم میگه. آقا چی وایسا؟ ما اول بودیم بعد تو اومدی بغل دست ما شعبه دیگه زدی. شعبه اصلی من. آقا وایسا اینجا چی نوشته؟ هر دو تا نوشته شعبه اصلی، من چه میدونم کدومه؟ این از رو من تلقی در دیگه آقا ناکن وایسا. آقا من فکرم یا تو؟ مشتری ما نفریم آقا من فکرم یا تو؟ پسر اون موقع ما شعبه داشتیم شما کجا بودین؟ آقا ولش کن داداش. نه میگم مادر دمارم داداش. حرفا گوش کنید. آقا من این سری از شما سپاره ثبت کردم، سری بعد میگم میشه این داداش دیگه، بعد میگم یه بار شما یه بارم شما. آقا هر دو تا شعبه اصلی هستی، دمار نیافتین. باشه. آقا بی خیال ناموس، هر دو تا کاسبین. اوکی حل. داداش این چلو اکبر جوجه ما رو بزن، من یه زنگ بزنم بیام. چشم. دمت میگم دمار نیافتین. شما اکبر جوجه این؟ بله شعبه اصلی ماییم. شما شعبه اصلی این؟ آره. این چی میگه باز؟ این چی بابا این علی کشت تو بک میگه چی میگی تو؟ اول ما اینجا شما داشتی. چند تا شما؟ میدونم اول من بودم بعد این بود بعد تو چی میگه؟ ما دو تا جوجه دیدیم ما مثل اکبر جوجه میبازم یه آروم باشید، حرفانو گوش کنید. بگو. آقا یه دقیقه حرفانو گوش کنید. یه دقیقه آروم باشید. من این بار از شما خرید کردم، درسته؟ خب. سری بعد از ایشون خرید میکنم، سری بعدم از ایشون. تموم شده رفت. آقا شعبه اصلی منم. آقا من از همتون خرید میکنم، هر سه تا شعبه اصلی هستین دیگه، خوبه؟ آره خرید کن. تموم شده رفت. پرو بودیم. تموم شده رفت آقا، بی خیال. سلام. این کیه باز؟ شعبه اصلی اکبر جوجه. این چی میگه؟ بابانه آقا. چی وایسا با پدر مادرش قهر کرد اومد شعبه جدید اکبر جوجه بزنه. آقا ول کن دهن ما رو سرویس کردی. ترک کن. اومد یه چلو اکبر جوجه بخوریم. میدونم شما اینجا نبودی من چه میدونم شما اصلی مایی.